ادعای پاکستان مبنی بر حمایت حکومت افغانستان از گروه‌های هراس افغان. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی به افغانستان سفر و در آنجا با امارت اسلامی درباره مخفیگاه‌های هراس افغانان گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر، اسحاق دار در سخنان خود از افغانستان به مثابه کشور برادر یاد کرده و گفته است که پاکستان خواهان گسترش روابط نزدیک با امارت اسلامی است. این مقام های پاکستانی حمله به شهروندان چینی در ایالت خیبر پختونخوا را کار طالبان پاکستانی دانسته و افغانستان را خانه این گروه می‌پندارند. همزمان با این، مقام‌های پاکستانی حکومت سرپرست افغانستان را به حمایت از طالبان پاکستانی و دیگر گروه‌های هراس افغان متهم می‌کنند و بارها از امارت اسلامی خواستند تا پناهگاه‌های این گروه را تخریب کنند. در همین حال، برخی از تحلیلگران سیاسی نیز این ادعاهای پاکستان را بی‌اساس می‌دانند. حکومت پروژه پاکستان که تا به حال در عمق استراتژی خویش به مردم و جغرافی کشور عظیم افغانستان تغییرات را به وجود نیاورده است، تهمت‌های بی ثبوت را بالای افغان‌ها و امارت اسلامی افغانستان می‌بندند. ما می‌بینیم که آنها به اساس فشار بادارانشان تصمیم دارند که عملیات نظامی را به نام عزم استحکام در آن طرف خط نامنهاد دیورن در مناطق پشتونشین و بلوچنشین راه اندازی نمایند. این در حالی است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که اجازه استفاده از خاک افغانستان را در برابر دیگر کشورها نخواهند داد و همواره مقام‌های پاکستانی را هشدار دادند که حمله‌های پاکستان از آن سوی خط دیورند پیامدهایی را در پی خواهد داشت.